امام صادق علیه السلام می‌فرمایند دوست دارم هر مؤمنی 5 انگشتر در دست کند: عقیق، فیروزه، یاقوت، حدید و در نجف. سفری به دنیای سنگ‌های ارزشمند در روایات شیعه داریم. علم تأثیرات انرژی گوهرها را کشف می‌کند، اما روایات اصل آنها را فاش می‌سازد. این سنگ‌ها یک پارچگی خلقت از خاک تا عرش را در نور حکمت الهی آشکار می‌سازند. آیا این سنگ‌ها به راستی پیام‌آوران عالم معنا در دنیای ماده‌اند؟ چه رازی در درون آنها نهفته است که روایات مؤمنین را به داشتن آنها توصیه کردند؟ چه رازی فراتر از زینت در دل سنگ‌های ارزشمند نهفته است؟ امام صادق علیه السلام می‌فرمایند یاقوت فقر را می‌زداید و روزی را فراخ می‌کند. در باورهای کهن از هزاران سال پیش این سنگ را پادشاه سنگ‌ها می‌نامیدند و باور داشتند که این سنگ شجاعت و اشتیاق